اگه بهتون بگم یه چیز ساده‌ای تو آشپزخونه‌تون هست که میتونه باکتری ها رو بکشه، باکتری هایی که آنتی بیوتیکا گاهن نمیتونن، زخم ها رو 40% سریعتر خوب کنه و حتی به کنترل وزنتون هم کمک کنه، باورتون میشه عسل، ولی نه هر عسلی، عسل خام. بیشتر مردم فکر میکنن عسل فقط یه شیرینی سالم تره. اشتباه محض. عسل بیش از 200 ترکیب زیست فعال داره که شکر سفید اصلا اونا رو نداره. شکر معمولی فقط گلوکوز و فروکتوزه، هیچی دیگه نیست. ولی عسل حاوی آنزیم هاییه که هیدروژن پروکساید تولید میکنن، همون چیزی که برای ضد عفونی زخم‌ها ازش استفاده میشه. به همین دلیله که باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک رو هم درمان میکنه. عسل های تیره تر مثل عسل گندم سیاه 2 تا 3 برابر آنتی اکسیدان بیشتری دارن که با رادیکال های آزاد میجنگن و از پیری زودرس و بیماری های قلبی جلوگیری میکنن. خیلی هم میگن عسل محلی برای حساسیت فصلی معجزه میکنه. علتش هم اینه که گرده گل توی عسل سیستم ایمنی رو با دوزهای کم آموزش میده. تحقیقات بسیار امیدوار کننده است. درباره اضافه وزن چی؟ کمک میکنه؟ عسل شاخص گلایسمی پایین تری داره. یعنی چی؟ یعنی قند رو به آهستگی بالا میبره. پس به تبع انسولین کمتری ترشح میشه و چربی کمتری ذخیره. ترکیب کورسیتین از تشکیل سلول‌های چربی جدید جلوگیری میکنه و عسل باعث احساس سیری بیشتر میشه و تریگلیسیرید رو کاهش میده. عسل سرفه رو مثل داروهای بدون نسخه تسکین میده. گلو درد رو خوب میکنه. آکنه رو درمان میکنه و باکتری های مفید روده رو تغذیه میکنه. ولی حقیقت اینه که عسل هنوز شکر و شیرین کننده. زیاد نخورین، ولی وقتی میخواین یه چیز شیرین بخورین مطمئناً عسل خام فیلتر نشده انتخاب خوبیه. انواع تیره ترش هم بهتره. یه قاشق چایخوری در روز کافیه. برای هزاران سال انسان‌ها میدونستن که عسل داروست. الان علم داره ثابتش میکنه. اون شیشه طلایی گوشه آشپزخونه‌تون خیلی بیشتر از یه شیرین کننده است. اگر میخواین اطلاعات بیشتری در این مورد داشته باشین میتونین ویدیوی عسل رو توی یوتیوب ببینید.